واقعا ما در یک زمانه زندگی داریم که گناه کردن بسیار آسان شده است و ارزان شده است. سبحان الله، انسان گاه به نماز جماعت می رود، گناه گرفته می بیاید، از خانهش می براید با مقصد ادای نماز جماعت، با مقصد نزدیک شدن به الله تعالی و از سبب فساد بودن محیط اطراف گاه از نماز با گناه برمیگردد. این از مصیبت های این آخری حیات دنیا هست. بنابراین این برادر از یک چیز را قید کردن که دعا کنید تا اینکه مردم مسلمان تاجیک بازگشت به سوی الله تعالی کند که بسیار به گناه غرق زدن. درست. و از اون برادران و خواهران که مثلا کمبغل هستید یا در بلا گرفتار هستید، باور کنید دعای شما قبول شدنش تیزتر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی الله لابره. گاها شخصی اشعث یعنی مویهاش پریشان، شان ناکردگی، اغبر چنگالود، لباسهاش، مویهاش، لو اقسم علی الله لابره، اگر به نام الله قسم خورد، سوگند یاد کنه، الله تعالی قسمش را اجرا میکند. یعنی دعایش را اگر به نام الله گفته دعا کند، دعایش را الله تعالی اجابت میکند. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم گفتند که هل تنصرون و ترزقون الا بدعفائکم، شما نصرت داده میشوید و رزق داده میشید به سبب همین ضعیفاتون. ضعیف هایی که در بین ما هست، مردمی که به بلا گرفتار، به مصیبت گرفتار، خود را حقیر می شمارید، در حق خودتان و در حق تمام مردم و در حق عموم مسلمان ها دعا کنید. شاید دعای شما در یک ساعت موافقت میکند که فرشته ها آمین میگویند و الله تعالی دعایتان را قبول میکند و مسلمان ها بازگشت به سوی الله تعالی میکنند. هر وقتا که مسلمان ها بازگشت به سوی الله تعالی کنند، خود را حساب و کتاب کنند، به گناه هایشان توبه کنند، ذلت به قدری بازگشتشان دور میشد، خاری عزت بر میگردد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که تا مادامی که به دینتان بر نگردید، ذلت را الله تعالی از شما نمیگیرد، خاری را از شما نمیگیرد. حتی ترجعوا الی دینکم، حتی به دینتان برگردید. بنابراین برادرای عزیز، هر لحظه غنیمت است. انسان یعنی ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی نماز فرض خوانده میشدن، سلام علیکم و رحمت الله، سلام علیکم و رحمت الله، نماز فرض انجام دادن. عبادت بهترین و بزرگترین رکن اسلام به جا آوردن. اولین کلمه ای که بعد نماز میگفتن استغفر الله، از الله تعالی مغفرت میپرسیم به گناه هایمون، استغفر الله، به گناه هامون آمرزش میپرسیم، استغفر الله، به گناه هایم استغفار میپرسم، گناه هایم رو مغفرت کنه یا الله. برای چی؟ بعد عبادت هم استغفار میپرسم. برای همین هر لحظه بنده مسلمان باید توبه به سوی الله تعالی کند، بازگشت به سوی الله تعالی کند، چون که شاید همین شب به نزد الله تعالی می رود. بگذار نرودم، این استغفار سبب نآمدن عذاب است. یکی از سبب هایی که الله تعالی عذاب رو نمیفرستاند این استغفار. بنده اگر استغفار گفته است، توبه کرده است، الله تعالی عذاب نمیدهد. بنابراین همیشه توبه استغفار رو لازم گیرید برای خودتون و حرکت کنید. هر روز نیتی نیک کنید که گناه ها را ترک کرده پایبند شریعت میشویم، طبق شریعت عمل میکنیم. گفته حرکت کنید. ان شاء الله یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. اگر الله تعالی در قلب شما نیکی را بیند، نیکی را میدهد. نیتی نیک کردید، الله تعالی دادن میگیرد. فضل الله تعالی وسیع هست. الله تعالی هدایت کند. بله.